نبرد پلیتیمت. بعد از شکست منیدیم از سپیتامون، لشکر یونانی مقدونی به جانب رودخانه پلیتیمت یعنی زرافشان عقب نشینی کردند. جنگ سخت میان طرفهای درگیر در پارادیس سوغدیان، پلیگون نظامی یا ممنوعگاه نظامی که در ساحل رودخانه پلیتیمت یا همان زرافشان قرار داشت رخ داد. این ممنونگاهی واقعا نظامی حربی که توسط پادشاهان هخامنشیانی و والیان آنها در ساتراپی سوغد با نظرداشت شرایط جغرافی جهت تکمیل رزم و هنر جنگی ساخته شده و این پدیده هنری در آن روزگار خود بی‌نظیر بوده است. سپهسالاران مقدونی بر این عقیده بودند که عملیات جنگی سپیتامون و سکایه های سواره در این ممنوعگاه که شامل بیشه و بوتزار بود کار دشوار است. از این رو با کمال اطمینان در این ممنوعگاه ساحلی قرار گرفتند. در اینجا جنگی سخت میان طرفین رخ داد که نتیجهش برای استیلاگران مقدونی فاجعه آور بود. طبق نوشته مورخ آریان، یکی از سپهسالاران مقدونی بدون مشورت به هم مسلکانش دسته خود را از یک ساحل به ساحل دیگر گذرانید. دسته پیاده نظامان مقدونی که تعدادشان به 1500 تن می رسید، چون دیدند که سوارگان از آب عبور کردند خود را بدون حامی دیدند و فوراً خود را به آب رودخانه زدند و خواستند زیر حمایت سوارگان قرار بگیرند. سپیتامون از این تهلوکه استیلاگران یونانی مقدونی ماهرانه استفاده کرد. سربازان مقدونی را از دو طرف ساحل تیرباران نموده و عرصه نبرد را برای سربازان مقدونی تنگ نمود و آنان مجبور شدند که خود را به یکی از جزیره های رودخانه رسانند. به قول مورخ آریان، سوارگان سپیتامون و سکایی ها سربازان مقدونی را به محاصره گرفته همه آنها را با تیر کمان به قتل رسانیدند. در این جنگ سوار نظامان سکایی نیز فعالانه شرکت داشتند. در این جنگ تعداد زیادی سربازان مقدونی کشته شدند. طبق برخی از اطلاعات ها تعداد کشته شدگان مقدونی 2000 تن و طبق برخی از معلومات های دیگر زیاده از 2500 تن بودند. در رابطه با جایگاه این جنگ متذکر باید شد که آغاز فتوحات خویش در حدود شاهنشاهی هخامنشی ها لشکر مقدونی تا این اندازه تلفات جانی نداده بود. این جنگ نشان داد که سپهسالاران سوغدی و سکایی در تاکتیک جنگی هیچ کمی از یونانیان متجاوز ندارند. سپهسالاران مقدونی فرنوخ و منیدیم شرمنده‌وار شکست خوردند. سپیتامون به آنچه دست یافت که کسی تا او در جنگ ضد اسکندر نتوانست موفق شود. پیروزی سپیتامون در این جنگ و تأثیر روانی آن به سربازان مقدونی تا به حدی بود که اسکندر و سپهسالارانش سخت راه افتاده شدند. در حقیقت تأثیر روانی این پیروزی بزرگتر از تأثیر نظامیش بود. اسکندر سعی میکرد تا اصلی واقعیت را از سپهسالاران و سربازان در جنگ ضد سوغدیان خسته شدهش مخفی نگاه دارد، لیکن جلوگیری از وسعت خبر شکست سربازان مقدونی برایش مؤثر نشد. سرهنگان و سربازان مقدونی از واقعیت حال آگاه شدند. آگاهی سپاهیان مقدونی تا درجه بود که میان خود سرودی طنزآمیز درباره سپهسالاران و سربازانی که در جنگ شرکت داشتند ایجاد نمودند و پیوسته در نشست‌ها و ضیافت‌ها زمزمه می‌کردند که در واقع مسخره و تحقیر نظامیان بود. در نوار آینده درباره خونخواهی اسکندر و قتل عام مردم سوغد و باختر خواهیم گفت. پس با ما باشید.